حدیث هر چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شد از فعلشان، یعنی دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین رفتار کردن، این حدیث میشد. اما سخن حضرت ابوبکر رضی الله عنه، سخن حضرت عمر، اینا اثر میشد، حدیث نیست. اثر، خبر، حدیث گفته نمیشد. حدیث ما اضیف الى النبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او وصف او تقریر. حدیث هر سخنی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت داده میشد، خواه سخنی باشد، خواه فعلی باشد، خواه وصف باشد. مثلا در ریشه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 تار موی سفید شماریدم، این حدیث میشد. این گپی انس است، لیکن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصف کرده ایستاده است، نسبت داده ایستاده است. یا اینکه اقرار پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک عمل اجرا شد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انکار نکردن. مثلا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک آدم گوشت خرگوش تحفه کرد، قبول کردن. این دلالت میکند که گوشت خرگوش حلال است. یک آدم عرق آورده تحفه کرد، گفتن که اما علمت ان الله حرمه، مگر تو بیخبر هستی که الله تعالی عرق را حرام کرد؟ یعنی قبول نکردن و انکار کردن. همین حدیث است. اما سخن غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث گفته نمیشه، اونها اثر است.